پشت پرده بحران در رئال مادرید. اوه اینقدر نگام نکن مامان، نگات باعث میشه من نتونم تمرکز کنم. ببین وقتی نگام میکنی شوتم کجا میره. درست نگاه کن. اوه گندش بزنم. مامان برو خونه مگر نمیگم مجسمه سازم یه مجسمه داغون ازت بسازم. بابایی تو رو خدا سر من داد نزن، من مطمئنم که دوباره گل میزنی. نگران نباش پسرم، من هیچ وقت سر تو داد نمیزنم. تو افتخار خاندان کریستیانو رونالدو هستی. چطور جرأت میکنی جلوی ضربه کاشته منو بگیری پسرک جوانق؟ مگه ندیدی توپ داشت میرفت کنچه بالا؟ تو هیچ وقت نمیتونی مثل پدر قهرمانت توپ طلا رو ببری. نکنه دیگه توپ طلا رو نبرم. زبونتو گاز بگیر کریستیانو. سو شاید میگن که تو میخوای منو اخراج کنی. درست میگن؟ دروغ محضه. پرز جان تا پیام تو دیدم خودم رو رسوندم. بگی بیاد. بابا فقط میخواست شام بخوره. میدونم که از رفتن من خیلی ناراحتین رفقا، اما نباید بذارین تمرکزتون به هم بخوره. اولش فکر کردیم فقط شایعه است. بذار بریم. او جدوا سلام، برنده یه توپ طلا هستم. سلام کریس، بگو ببینم پسر چرا نمیای اولد ترافورد بازی کنی نفله ها؟ خوزه چرا نمیام؟ با کلم میام. همین الان چمدونامو میبندم. لعنت به شما برو بچ، من دارم میرم یونایتد کنار الکسیز و اون سیاه رقاصه بازی کنم. تازه از اینجام قراره خیلی خیلی بیشتر بهم پول بدن. فقط زود باش، من جت شخصی خودم رو برات میفرستم. من دارم میام. خداحافظ کچل خان، بدترین مربی تاریخ، البته به جز رافا. حالا میرم برای خوزه بازی میکنم که تو دنیا مثل خودم بهترینه. سو بیگی من اومدم خوزه. سر کار این چی شد؟ هیچ کسی کریستیانو رو نمیخواد. گوش کن ببین چی میگم. بزن بریم بتیس منتظره. باید گریت میگردی. اوه گندش بزنم. دروغ 13 بود. به نظرتون دلیل بحران رئال چیه و چطوری میخواد ازش در بیاد؟